با تشبث بخش کاربازانان و اویلای مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کوشانیان دور اول آزمون کدبانوی بهترین دایر گردید که در آن زنان و مادران هنرمند و جوان دختران ذوقمند جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه با برنمودن لباس‌های ملی تاجیکانه شرکت ورزیدند. برگزاری چنین محفل آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و عنعنه هنرهای مردمی به حیث زیبایی پرستی جوان دختران از برنمودن لباس ملی تاجیکانه طرز آماده کردن طعام و خورش‌ها مساعدت کرده. هدف از آن تشویق و ترغیب ارزش‌های ملی، عنعنه‌های نیک نیاگان و احیای طعام‌های ملی میباشد. ما امروز زنان و بانوان ناحیه کوشانیان در آزمون کدبانوی بهترین اشتراک داریم. زنان ما از یک محصولات نانی چقدر محصولات تیار میکنن، یعنی که محصولات نانی، من گیردچه، ارزوق، من سامبوسا، کلچه میده، کلچه کلان، صدها نمودی طعام‌های ملی تیار میکنن. مقصد آزمون با جوان دختران آموختن همین هنرهای ملی قدیمه که قریب که از بین رفتن، آموختن همون دختران است. یعنی که همین محصولاتایی که باید که از بین نرن با دختران یاش می آموزیم که همینا را از خود کنن در آینده در زندگیشون کاربری کنن. در چاره‌بینی مذکور ابراز گردید که زنان و دختران تاجیک پاسدارنده عنعنه‌های نیک نیاگان و کدبانوهای ماهر زمان میباشند که با هنر خویش آن را از نسل به نسل تا به امروز چون میراث حفظ نمودند. آزمون کدبانوی بهترین در ناحیه کوشانیان از شرط‌های گوناگون از جمله قرائت سرود و ترانه‌ها در وصف مادر، آماده نمودن خمیر و بریدن زواله، آرایش موی، آرایش دسترخوان، نمایش لباس‌های ملی، پرپیچ کودک، آماده نمودن خورش از سبزوات تر و تازه عبارت بود که در آن هنر و ذوق کدبانوها پیشکش هیئت حکمان گردید. میری سمرقندم الا شیر و شکرم الا قند و عسلم الا شام و سحرم سنگی مرمرم تاج بسرم الا در ناحیه کوشانیان یک چند نوع طعام‌های ملی خیلی معمول است. در دایره راه اندازی گردیدن آزمون کدبانوی بهترین در برابر طرز آماده کردن شکراب با اصول خاص ساکنان محل همزمان از جانب بانوان هنرمند نمایش هنرهای مردمی نیز تشکیل کرده شد که در آن محصولات نانی و دیگر نمونه‌های هنرهای اجدادی پیشنهادی حاضرین گردانیده شد. برگزاری دوره ناحیوی آزمون کدبانوی بهترین در ناحیه کوشانیان امروز با اشتراک ده نفر زنان و جوان دختران در سطح بلند در ناحیه تشکیل گردید. در این چاره‌بینی ده نامگوی طعام‌های ملی که از جانب زنان و مادران آماده کرده شده بودند پیشکش اشتراکچیان گردیدند. یکی از مقصدهای برگزار نمودن چاره‌بینی مذکور آزمون مذکور این احیا نمودن هنرهای ملی، تیار نمودن طعام‌های ملی، پختن شیرینی‌ها، کلچقندهای ملی و آموزاندن جوان دختران به حیات مستقلانه میباشد. تاکید گردید که تاکنون بهترین سنت‌ها و عنعنه و آیین‌های ملی ما که محفوظ ماندند امروز با شرافت صاحب استقلالی و احیای آنها ما را همچون ملت صاحب مدنیت قدیمی و عالی‌ترین ارزش‌های فکری و فرهنگی در جهان می‌شناسند. همزمان گفته شد که امروز بهترین و نادرترین سنت‌های فرهنگ ملی ما در مناسبت به کدبانوگی، دسترخوان آرایی و معرفت عائله‌داری دوباره احیا گردیدند. مورد ذکر است که تشکیل محفل کدبانوی بهترین با ابتکار بخش کاربازانان و اویلای مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کوشانیان راه اندازی گشته در آن به بانوان و جوان دختران طرز و اصولهای آماده کردن طعام‌های عنعنوی و محلی را می‌آموزانند. طور مشاهده گردید در چاره‌بینی مذکور بانوان خانه‌نشین و جوان دختران فعال در آماده کردن خوراک ملی شکراب شرکت ورزیده اوید به دیگر نامگوی طعام‌های عنعنوی و محلی خاص این ساکنان دهات معلومات عمیق پیدا نمودند. با استفاده از هنر و استعدادشان زنان و دختران دهه باید این هنر اجدادی را از خود نموده به نسل‌های آینده میراث گذارند، زیرا طعام‌های ملی ما از محصولات از جهت اکولوژی تازه آماده شده آن به اندیشه متخصصان ساحه طب همچون غذای سالم به سلامتی انسان منفعت زیاد دارد.